ساعت 8:30 بیگه و این کلین که بچم حالیم گم نخواد من به همین امید کلین کرده باشم. مرحمت جون. رحمت. السلام علیکم مادر جان. و علیکم سلام. شد. السلام علیکم اوچه جان شما. یک تک بوسه کنی بس. وای ببوسه نمیشه. سوزه اوچه جان. پیجی سلامتی نازه. بچه اوچه؟ لبای. ساعت چند شد؟ ساعت 7. نه زکر نگاه کنی 8:30 گذشت 9 شد است. بخشش اوچه جان کمتر مجلس بود همکارو خطی همونجا کمتر بند بودیم و مجلس؟ مجلس بگشتید می تا به وقتا؟ رفتیم نباشد من لباسم الیش کده بیام؟ است ها لبای مادر جان. این مجلس هم گشتگی بود تو کجام ده؟ دلشاد جان من همکارا کتی شش بود من دلشاد جان با گفتگی بودم کو؟ گفته شما گفتم اینا شما جواب گرفتن شما جواب دادید اینا کارگراشون که اینا 6 برفتن نوروزی کردم می بابا جانم خودشان چای دم کنن بابا جانم خودشان همه جای اوبارک کرشنن بابا جانم خودشان همه کارهای بسر کرشنن خوراکای پختشنن بابا جانم اینا همکاراشون که سیرو گشت نوروزی تمام پگه خودش رفته عریضه می نویسی کار پر نمیری دیگه. با چه میشه اوچه جان؟ نظم میشد. همین میخرونه میپشونمونه. کی؟ کلینتون. چی؟ مونه کار کنه. وقتشنده خدا رحمتی پدرت هم میمویه نگاه میکنن. کی هم میخواه مرده که خانه شف. کلین خانندخ میشند کاری خانه. لیباسو ترش. مایلش. بچه ها چه؟ لبای اوچه جان. تو ایخیل نشف. چیزی گپ خودش. اوی کلینتون 7 سال خوند او مبلغ دادیم او دیپلم گرفت دیپلمی عالی اوی کار کردن در کار او مردم اوکال کردنش در کار هیچی من اوکال کنم من اوکال کنم گیره اوی کپل موندن در کار من کپل موندن اوچه جان با شما سلامتون نزای کار هیچی کسال میشم من برای وای کسال شدم نی یا ما اولالی یا وای اولالی میشه تمام گپ تمام خواننده میشنن فهمید تمام وای کار کنه نقصر نیست اوچه جان رفت بالی بامبا بروی انا انتر درست کن بیترش انا هندی ما میدیده که امروزش که ندیدم و چیزی شد وای راجع میاد که گریف می نگریف می من نمیدونم گنده وایران کلاسی وای خراکتر ما رفت انترش درست کن میاد که وای راجع گرفتن راجع وای میاد که گرفتن از ذکر نگیرم من راضی نیاتو اوای اکینو دار دلشاد جان بالکن خولی چی؟ بالکن خولی او معلومه بالکن خولی باشه برای چی آخه؟ تریناژوری من کنی؟ تریناژور؟ او دا بالکن تریناژور چیه دا بالکن تریناژور چیه نیست دا بالکن؟ نیست او چه جان؟ اوچه او تریناژور دا بالکن کنی؟ آهنی این پیدال میزدگی می؟ پیدال میزدگی هر سر کلیم تا دما گرفتم که هر سر 6 تا پیدال زنه خراب شوه هوای گجو کده شما بالکن پفتم پرتوفتی او چه میدونی چی ما باید $3000 دا قرض کرده برای کلیم تا گرفتم که خراب شوه چی به شما باید پرتوفتی بچه‌ام منو گوش کن وای این کتی خراب نمیشه خدا رحمتی پدرتان ده همیشه پیدال زدکشان بوده هم پیدال میزدن و دور به میرفتن او این کلین روزی در شب و روز من میخواه پیدال میزند هیچ همین افتی خونوکش دور به نمیرد فقط من اینجا من میایستد چیزی دکار ویرانه چیز خواننده پفتم او ویران نبرد او چه؟ ویرانه بود؟ نه انا زند ویران توی سعدی جان لبای اوه ایروپورت رسیدیم تو قیمت بلیت میگیری به بلیت کجا میرم اوت جان ما بر وقت بلیتی تر گرفتم که گرفتی دیر قدم به قدم قطعی میکو اینه ای اویاکسی شهنازه چی خیلی اینه می 5 دقیقه ده بلیت تیار میکنم وی نمیرکای عزیزی ما اگر برای شما بلیت سمالیات در کار باشه من هم واتساپ اویاکسی شهنازه ده زنگ بزنین در 5 منوت صاحب بلیت میشوین رفتی بچم
دوستان عزیز امروز گزارشمان را از ساحل بحر تاجیک آماده کردیم. امروز در اینجا گروهی واتساپی مایزده ها جمع آمدند. گزارشمان را تماشا کنید. السلام علیکم. خانم زیبا سلام علیکم. میبخشتان یک دقیقه میبخشتان. مرحمت خودتان را معرفی کنید. من اسفندیار مایزاده مدتی 7 سال. ما دلشاد مایزاده مدت 12 سال 3 روز. براو. برای ما ما یارزاده مایزاده مدت 5 سال. من سعدی مایزاده امروز 10 سال شد. 10 سالگی رو میشویم. من مقیم گاو دوست. نفهمیدم چه گفت دوست. آخه اینجا جمع آمده مایزده ها کو؟ من عرق نوشم سانی گاو میدوزم اپشکن. السلام علیکم شنوندگان رادیوی ما. امروزه برنامه ما خبرهای روز است. نگفتم السلام علیکم. سلام علیکم. گام بریدیم رادیو ده پرامو افیر رفته سایه. اولی مرا ولی بس همین ما استاپ کنم. گوش که سادی مسی رای بارسلونا سر کردن. مسی رای بارسلونا سر کردن؟ چخیل کای؟ اینا نه как فرمونش بروما. فرمونش بروما؟ شاشنده بروما کی سرش کردن. اوه برای چی سر کردن؟ برای چی سر کردن؟ قرضدار بوده پولش آدم نتونسته برای قصرش کردن. شید اولی بس. بگی سراز برو سراز. دقت. یک خبر ناخوش برای مخلصان کلوب فوتبال بارسلونا. روز 6 آگوست لیونل مسی را از کلوب فوتبال بارسلونا سر کردند. همدردی خود را با تمام مخلصان لیونل مسی و بارسلونا بیان میکنم. همینجا رادیو اکجون پرامو افیر رفته امر ویران کردی بس. بخشش داخلانه درو. خب بیامینو بس. ولی میگه گان بابا که دیگه اینجا سالتی ده درو مادم. چی خدمت؟ اکجون شما استگزاری. چی دا کجون یا طلب بسی. چی خدمت؟ میگم همینجا حالی رادیو باشه اگر ما گپ زنیم یا سرود بخونیم همه ما رو میشنوه. هوا که تمام تاجیکستان میشنوه. در نوم صدقه ما یا سرود دارم بیا اکجون همینجا ما بخونم مگر همه بشنوه. همه گوش کنن. تو سرود خوندم میتونی؟ چه خیلی سرود؟ اینجا سرودی زور دارم من میگم پیشکش کنم همه گوش کنن. مایل اینا بیا جوی. بخونم اکجون. زامس میکنی نمیرم. میکنی بشی. چی داخل. ولی همینو. همینجا داخل. همینجا بس. از به. یا دسته میگی میریم. تیاری؟ سه رفتیم. تای رفته سویا قطی فقط میره و سمکچش در سیر کیتیف شای غمش نتنه دخترو را غم نتن بچو دخترو را غم نتن ای دخترک جونی ما اصلی ما دوستش میدونم خونگیاشون میدونن خونگیاشون میدونن ای بچه ای دوری ماشین غلطا نبرور گپش نته اصلی ما را غمش نته میگم چه خیلی خوندم اکا ای اکا ای سرود یگان جای دیگه دارم خوندگی خوندگی مکا اگه جا فهمیدی دیگه چشمت سیاه برای همون گفتم.